سلام دوستان عزیز و امروز میخوام یک ترفند دیگه براتون نشان بدم و این تریک امروز در مورد سم اف و سم اف اس دو تا از فانکشن های خیلی قدرتمند اکسل هست. میخوام براتون نشان بدم. یک جدول داریم و جدول ما هست مند پروداکت اند تریس ریونیو که ما محصولات تولیدات ماست و کشور ریونیوز. اینا رو میخوام مجموع فروشات ما در ماه فوریه پیدا بکنیم. اگر تنها سم استفاده بکنیم ما نمیتونیم که این کار رو بکنیم. به اون خاطر از فرمول سم اف یا از فانکشن تابع سم اف استفاده میکنیم. مساوی بر سم اف نوشته میگیم خلاص ما باز اولین کار میگیم رنج ما رو انتخاب کنیم. رنج ما کجاست؟ مثلا ما میگیم از A2 الی A8 کاما دومین چیزی که هم کرایتریا چه شرط میگذاریم. شرط ما است که تنها فوریه رنج ما نوشتیم فوریه باشه ما فوریه کاما کجا رو میخوایم جمع بگیریم. سم رنج ما کجاست؟ سم رنج مقاس ما بسیار بسیار ساده تمام فروشات ما رو در ماه فوریه بر ما جمع کرد. بسیار فرمول خوب و کار ما رو میتونم بسیار سریع و آسان بکنم. و دوم شرطی که داریم اینجا مثلا فوریه میخوایم ماه ما تمام فوریه باشه، تولید یا محصول ما تمام قلم باشه و کشور ما افغانستان. این سه تا شرط اینجا داریم یا سه تا کرایتریا داریم. نمیتونیم از فرموله از فانکشن سم اف استفاده بکنیم. با خاطر ما نیاز داریم از فانکشن سم اف استفاده بکنیم که چندین شرط را بر ما اجازه میده که امتحان بگذاریم. مساوی بر سم اف اس می‌نویسیم. اولین کار ما سم رنج ما کجاست؟ کجا رو می‌خوایم جمع بکنیم؟ سریونیو را یا فروشات ما را کاما رنج ما کجاست؟ ماها را اول شرط اول اومده ما کدام رو می‌خوایم انتخاب کنیم؟ فوریه کاما تولیدات ما که اینجاست اول انتخابش میکنیم. کاما شرطش کدام است؟ تنها قلم باشه. دوباره کاما میدیم، کشور رو سلکت میکنیم، کاما میدیم، شرط ما که چیست؟ افغانستان. چیکار کردیم؟ یک بار دیگه تکرار میکنم. اول سم اف اس نوشته کردیم خاص ما باز کجا رو جمع بگیریم؟ سریونیو رو انتخاب کردیم. بعد از اون هر کاندیشنی که میخوایم میدیم کدام مثلا جمع ماها میخوایم فوریه باشه، از پروداکت های ما پن یا قلم باشه و از کنتری ما افغانستان باشه. بعد از اون انتر میدیم. مثال به شکل ساده این دو فانکشن رو استفاده کردیم. خیلی قدرتمند است و میتونه خیلی کار ما رو آسان و راحت ساده بکنه. امیدوارم که یاد گرفته باشید این تکنیک رو. تا ویدیو دیگر خدا نگهدار.